جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق سرریاست کشاورزی ولایت و اداره‌های مربوطه ساحه به چارباداری اعتبار جدی داده در ولایت در دایره برنامه دولتی مجموعه‌ای رشد ساحه چارباداری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 برای افزون نمودن سرشمار و بهتر کردن ذات چاروا تدبیرها عملی می‌شوند. الحال در ولایت سوق سرشماری چاروای میده شاخدار بزرگ گوسفند 1,597,456 سر را تشکیل می‌دهد که این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 14,314 سر زیاد میباشد. همه ساله رهبری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق در مرحله‌های گوناگون از وضع ساحه دیده نموده بر رهبری شهر و ناحیه‌ها و مسئولین جهت عملی سازی سمت‌های برنامه رشد چارباداری دستور و توصیه‌ها پیشنهاد می‌نمایند. رئیس ولایت سوق رجبای احمدزاده و وزیر کشاورزی جمهوری سلیمان زیازاده در موضع نیکراه جماعت دهات چشمسار ناحیه باباجان غفوروف از معرکه نسلگیری از مال میده شاخدار پشمگیری از بوزی سرپشمی تاجیکی دیدن نموده همچنین با نمونه محصولات از پشمی بوزی تاجیکی استحصال شونده شناس گردیدند. در این موضع چراگاه خواجگی های رحمانبی جمعیت سهامی به نام سید خواجه اورین خواجه ناحیه باباجان غفوروف و خواجگی های ناحیه کوهستان مسجد همه ساله گوسفندهای حصاری و بوزی سرپشمی تاجیکی پرورش و نگاهبین می‌نمایند. بنا به معلومات سرریاست کشاورزی تا امروز به همین شکل‌های خواجگی داری 382,373 سر بره‌ها و بزغاله‌های سالم درآمد کرده شده است که این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 8,679 سر زیاد است و نسلگیری از مال میده شاخدار از جمله بوز در ناحیه‌های باباجان غفوروف و اشت که بوز سرپشم تاجیکی پرورش می‌کنند تا ماه می ادامه می‌یابد که این تدبیر از عامل‌های افزون نمودن سرشماری مال میده شاخدار است. آینده وارد چاروای ذاتی کلان و میده شاخدار تأسیس فرمه‌های چارواداری ذات‌های سرمسئول گوشتی و شیری چاروا خوشزادکنی باردارکنی صنعی چاروا تکمیل رمه‌های چارواداری با جوانه‌ها از عامل‌های بلند برداشتنی محصولناکی چاروا پروری استحصال گوشت و شیر پشم و پوست تامین بازار استعمالی با محصولات چاروا و کارخانه‌های کارکرد و اشیای خام ساحه میباشد. در ولایت سوخت فرمه‌های شیری مالی چاروای کلان شاخدار از حساب ذات‌های سیاح‌های تیپی تاجیکی، ذات‌های چاروای فدراسیون روسیه، ذات‌های شوئدی، آلمانی، سمنتالی در استحصال گوشت و شیر محصولناکی بلند دارند و در هر یک شهر و ناحیه صاحبکاران و شخصان علاهده در پرورش چاروای کلان خوشزاد صاحب دستاورد و تجربه‌اند. طبق نقشه‌های رشد ساحه و در دایره عملی سازی برنامه مجموعه‌ای رشد ساحه چاروا پروری برای سالهای 2018-2022 و تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق باید بیش از 10 فرمه‌های چاروای کلان شاخدار تأسیس داده شود که چنین اقدام‌ها علاقه در شهر و ناحیه‌های استراوشن باباجان غفوروف ظفرآباد مسجد اسفره عملی گردیدند. صاحبکار محلی مؤسس جمعیت دارای مساحت محدود امیری سوخت در ناحیه باباجان غفوروف فرمه چاروای کلان شاخدار را بنیاد نموده است که در آن چاروای ذات گولشتینی از بلاروسیا وارد گردیده پرورش می‌یابد. با وارد 66 سر گاوهای ذات گولشتینی از بلاروسیا الحال سرشمار را به 106 سر برابر نمودند که افزایش سرشمار تا به 40 سر تامین گردیده است. در معرکه نسلگیری از 50 گاو باز نسل خوشزاتی گاو گولشتینی میگیرند. فرمه جمعیت به طور زمانوی بنیاد گردیده در 3 بینای علاهده گاوهای جوشایی حامله‌دار و گوساله‌های سنی 1-2 ساله نگاهبین میشوند و از هر سر گاو جوشایی در یک شبانه روز از 700 تا 900 کیلوگرم شیر استحصال کرده می شود و گاو جوشایی در فرمه مذکور 58 سر را تشکیل می دهد و برای استحصال شیر 16 تجهیزات زمانوی شیرجوشی از بلاروسیا خریداری و وارد کرده شده است. فرمه شیریزاد پروری در حدود 1.5 گکتار جای گرفته است و عموماً از 18 گکتار زمین همین موضع اهل جمعیت با ثمر استفاده برده 3 گرمخانه لیمو پروری تأسیس دادند و همچنین باغ‌های عنعنوی زردآلو و میدان تاک از نمونه‌های خوبی مدنیت زمین استفاده بری است که برای این چاه عمودی کافته طرز آبیاری قطره‌ای را به راه ماندند. رئیس ولایت به این اقدام صاحبکار بهای ارزنده داده تأسیس چنین فرمه‌های چارواداری را در همه شهر و ناحیه‌ها مفید ارزیابی نمود. طرز گذرانیدن مشاهده‌ها، معین نمودن منبع‌های پیدایش، انکشاف و پهن‌شوی ملخ همچون حشرات ضرررسان
و استفاده از طرز اصولهای مکانیکی، اگروتکنیکی، کیمیاوی، بیولوژی از تدبیرهای تقویت چاره‌بینی‌های مبارزه بر ضد ملخ است. سالهای آخر تغییریابی اقلیم و دیگر عامل‌ها برای پیدایش و پهن‌شوی ملخ مساعدت نموده است و حالا از روی مشاهده‌های متخصصان ساحه مساحت پهن‌شوی ملخ‌های گالگی و غیر گالگی در بعضی از منطقه‌های ولایت سوخت مثلا سال 2018 39928 گکتار را تشکیل داده است. حفظ کشتزار از حشرات ضرررسان ملخ، تشکیل سریوقتی کارهای مبارزوی از پیدایش و پهن‌شوی ملخ از عامل‌های مساعدت به استحصال محصولات خوش‌صفتی کشاورزی است. در سمینار مشورت ولایتی عاید به تشکیل مبارزه بر ضد ملخ هم به طور عملی و هم به طور نظریوی مجموعه چاره‌بینی‌ها نمایش داده شده، همزمان معلومات عاید به منبع‌های پیدایش، انکشاف و تقویت و توسعه مجموعه تدبیرهای مبارزه بر ضد ملخ پیشنهاد گردید. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده، وزیر کشاورزی جمهوری سلیمان زیازاده و رهبری جمهوریوی مؤسسه دولتی اکسپدیسی مبارزه بر ضد ملخ با اشتراک در کار سمینار با متخصصان ساحه کشاورزی، اکسپدیسی مبارزه بر ضد ملخ در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت و دیگر مسئولین ساحه استفاده با ثمر را از همه واسطه‌های مبارزه بر ضد ملخ دستور و توصیه‌ها دادند. هدف از تأسیس ستاد ولایتی عاید به مبارزه بر ضد ملخ و دیگر حشرات ضرررسان در اساس امر رئیس ولایت از ماه ینوری سال 2021 نیز این تامین سریوقتی دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام الرحمن جهت امین نگاه داشتن زراعت‌های کشاورزی، باغ و تاکزار و چراگاه‌ها از ملخ و بلند برداشتن محصولات و افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی است. در تطبیق چاره‌بینی‌های مبارزه بر ضد ملخ در برابر گذراندن مشاهده‌ها در مرحله‌های گوناگون عاید به دریافت و معین‌سازی، پیدایش، پهن‌شوی و تخم‌گذاری گذراندن کارکرد کیمیاوی در این سمت مهم است. طبق دورنما در سال 2021 مشاهده‌های بهاری باید در میدان 39955 گکتار، تابستانه در دو مرحله 34360 و 49092 گکتار پیش بینی گشته از جانب متخصصان مؤسسه دولتی اکسپدیسی مبارزه بر ضد ملخ در ولایت چنین تدبیرها پیوسته عملی می‌گردند. سال 2020 جمع در 135703 گکتار مشاهده‌ها عملی گردیده کارکرد کیمیاوی در 39103 گکتار گذرانده شده است و در نتیجه 5551 گکتار گندمزار، 3415 گکتار میدان جو، 7545 گکتار مکه، بیده، لوبیاگی‌ها، 894 گکتار پالزی‌ها، 1117 گکتار سبزوات، 5412 گکتار باغ و تاک، 11840 گکتار پختزار، 10630 گکتار چراگاه در مجموع 46404 گکتار میدان کشتزار و باغ و تاک و چراگاه از ضرر ملخ حفظ کرده شده است. بنا به مشاهده‌ها از 290 نمود ملخ در تاجیکستان معمول بوده، زیاد از 100 نمود آن به قید گرفته شده است که نمودهای مراکشی، پروسی ایتالیایی از بسرک، کنفیمه، سیاه تسمه، ترکمنی و کلان ساکساولی از همه بیشتر ضرر آورند.